ماشین چند سون نرخرم؟ ماشین 50 تا بوده، 26 تا بوده سوزم. اومده دیش. اوسا میگن کسایی موازی سوزه روز. مجبور نباشم خانه ما 1 میلیون نرخش. السلام علیکم دوستان عزیز، خداوند یگانه هر یک قدم شما باشه. اولش پروردگار، آخرش پروردگار و به شما هستی که چقدر سبب میشه مردم نیازمند کمک میکنیم. دوستان مهربان، پروردگار از شما راضی باشه. برادران عزیز، اکای سایمراد ایرلاین اسکرایون که قدی در ویدیوهای پیشترای من بود شما دیدش، میشناسیشن ان شاء الله. پدر عزیز الحمدلله بعد نوار کردیم، خیلی بچه‌ها زنگ زدن، خیلی بچه‌ها رفتن نرخ نوا کردن، متاسفانه توغری نگرفت. ما همین رقماش آمودیم که خطیه بیده سی از برای انقطیش برادران خیلی کارتا پرسیدن میکم با همون سبب کارتا نموندن مونم زیاده 330 و 360 هزار جمع شد. الحمدلله از فقط از شما، خدا از شما راضی باشه برادران مهربان. راستش برادر فرزندش خیلی وضعیتش ناخوب است، به حد نوتنجاوز سخن با پدر میتیم گوش میکنیم، بعد با دلش ان شاء الله صحبت میکنیم چیکار کردن در کار. کسی امروز یه بار خوش آمده که میبخشید 2 روز شما را همجا من کردیم، خودت کار بسیار ما را دیگه گفت نکنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای اهل اسلام، همه برادرای فارسی زبان کل دنیا، امروز باید امیدی با شما مراجعت میکنم. فرزند امروز از وزنش نیست، مبلغ در کاری کمپیوتر جمع شد. 360 هزار بچه ها جمع کرد، 300 هزار یه بچه هم کار کرد. دیگه کسایی موازی نیست روز. مجبور شدیم باید پیش خدا و پیش موبت تا مشکلاتی ما خدا اومده دیش اوسا میگن با من بشر منجایشه بزنه، هر پگاهی زنگ میزنه بگه از زنگ میزنه آتجان چیکار کنی؟ چیکار کنمش به دست پروردگار؟ راضی که خدا که یکی باشه. برادرای آردم کسایی کم هم باشه شکرانه میکنیم برای همه بایهای اینجا مردمی فارزم. امید از خدا و از شما داریم که ما را دستگیری کنیم. تو خونه داره چند سون نرخرم؟ 240 تا میگن، 200 تا میگن نیم شوازی میتیم، میشه ما ینوار میتیم. ما مجبور شدیم با خاطر جراحی فرزندمون ارزان دوده ساییم که ما هم کارمون بود کنیم. هیچ کلام هم نتیم، محتاجی کسی هم نشیم. یکی خدا هم نمیدارم با کلام روزمون نه کسی میخره. ماشین چند سون نرخرم؟ ماشین 50 تا بوده، 26 تا بوده سوزم، 20 تا بوده سوزم. آخه من ارزان بود نمیشه با کارم. جراحی بچه ما نمیرسونم. اگر در حالت که مجبور نباشی همون نرخ نوای ماشین یا خانه چند میسن؟ اگر مجبور نباشی مجبور نباشم خانه ما 1 میلیون نرخش. مجبور نباشم سومونیا 1 میلیون سومون ای. ماشینم 50,000 سومون ای. بازار بودم با بچه‌هایی که سعی میکنن گفتن که 27-28 تا شوازی میکرده و شبه ترک با کار میکنه میکرده بودم و خود دلارم مرا مجبورم من باید بچه ما جراحی کنم. مسکو آوردم رفتم دیدن هر ما اینجا توش آوردیم نگاه کردن گفتن ما اینجا 50,000 دلار میسپاریم با 1 سال در نوبت میستی، شما شهروند ما نیستی. میتونی بلاروسیا بره، میتونی هندوستان بره، میتونی ایران بره، همونجا هستن فارسی زبانای خواهن.
با خاطر همین با نشید اومدیم با پیش بابای حاجی التماس کردیم اینا درستی در پیش همیم اینم بیچاره وقت نمیواد دینا یک بچه غرق شد اون با یک دو تا دیگه شما اون با سه چهار تا دیگه شو با کارچه زدن حالی توجکار دیدم حالی بابای حاجی دیگه حاجی دیگه هم میرود که گم زدیم من خیلی بیشتر برادرها زنگ میزنن اکجون کارتاتمون اکجون خانه تا نفروش آخه چیکار کنیم کجا بریم کی میتونه در این وقت زمان که مقصد چی میکنه آدمایی که بسیار قرض دادن بیچاره از قرضی هم میترسن که بسیار آدمو برنگردونن به خاطر همین دیگه مجبور شدیم با بیاییم توکل به خدا ای همین بالای جهان فارسی زبان‌های ملت خودمون و دیگر برادران اهل مسلمان خواهش داریم التماس داریم که با امر خداوند شما ما را یک یاردم و دستگیری کنید که ما تیزتر همین جراحی بچه‌مون رو بگذرانیم. خوب دوستان عزیز پدر خیلی علمدار است درددار است ما که همه یا شما درک کرده و فهمیده نمیتونه رحمت که زنگ زده دستگیری کرده یعنی خونش قریب 1 میلیون سومون میسته 10 در خانه است پدول است و حولین کلان داره دلیل نیست که خودتون میدونید در دوشنبه نرخ نوای خانه چقدر بلند است اما از مجبوریش پدر که 350 تا گفته بوده میشه 350 تا کریم دستروش نفروخته شود تا از یگون کس نطلبه از بعضی برادر طلبنده بو نگن خیلی بهانه کفته اما تا چند ما ارزون میکنیم با اومدن نیم شمیتیم 300 250 اینم خیلیش کردن او بول است انصاف کنه رحم کنه یا که ماشینش نرخش 50 60 هزار مثل در این حالت پدر دیدیم خیالش که در اون میفروشه 25000 26000 24000 30000 خیلی کردن این پدر خیلی ضرور است اگه یک بار ما تصمیم گرفتیم که 360000 جمع شده با 300000 گا با گفتم که 5 بچه داره با 300000 گا جمع کردن این نوادم دوام یک 10 روز یا که یک ماه که ما این نوارش کردیم جمع گیر کردن وردن 660000 $50000 $50000 در کار نمیدونم $50000 با رسی چند خم میشه اگر خطا نکنم ممکن چند خم میشه 10 میلیون میشه 5 میلیون میشه 3 میلیون میشه نمیدونم خلاص از این 50 میلیون $50000 در کار 660000 جمع میگیره در دستش داره با گفتی چند هزار دلار $13000 دیگه در دستش یعنی که دوستان عزیز شما بیست فکر کنید که پدر خیلی مجبور شده الله شاید که دین اومد بعد ما نوارش میکردیم که تو بگه ایش زنگ و ایش زنگ با یک کس غرق شد مرده حسار با اوجا پردیم پدر کردیم اونجا خواب که اینا خواب کردیم امروز نوار کرده استودیم با وقتی مسکه ساعت نیم تا کم 8 شب شده گه روزی دوشنبه یک نوار نمیدونم امروز میپرتم یا پگه اما من این دفعه از شما خواهش میکنم التماس میکنم که رقمای پدر میمونم که در همون رقم‌ها زبیربانک های رقم‌های کارتش هم میمونم که زبیربانک های و رقم‌های دوشنبه تیشه که در تاجیکستان هسته پلوس این خدمت که میتونه برای خانه‌ش بخره به نرخی که انصاف کرده شود انصاف داره ماشینش هم همچنین برای که حضرت عمر وقتی یک فروشنده را میبینه نرخی اسبش میپرسه خطا نکن مگر همین صحابه بود میگه که اسب چقدر نرخ داره مقصد نرخ پستش میگه فروشنده میگه نه نرخی مقصد اسب همو خودت نرخش اینقدر بلنده باید با انصاف کرده مقصد خریداری کنی تا رحم خونه برکت بیاوی حالت یا مظلوم هم میبینه حالت یا مجبور کنه یعنی که مجبور آدم میبینه یا برای در بالای سوختن نمکان نپوشه التماس خواهش میکنم ما الحمدلله در راه دکان حلال خودمون بدای بسر بلند حرکت میکنیم یک برادر یک مهمون بیا یک نوارش کنیم به خاطر خدا پاک نمیموش تو کمک شما و چی طریقه نباشه خلاصه از این پدر جان ان شاء الله من کارتات میمونم صبور باش ان شاء الله برادر عزیز خواهش میکنم از هر یک کدوم شما این پدر سین سال رفتگی این پدر خمه استورش شنیدم خیلی دستش دارم تو چیکار دای جلستگی خیلی شاید که بعضی برادرها یا بشناسن پدر یعنی باید قدر کرده شون این چونی شخصیتو کسی میتونه بخره نتونه سر پدر وایران نکنه یا کلمه ای پیش اومدنی بیا ای پیش ان شاء الله خودش صحبت کنه خداوند حفظتون کنه السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته
خواهش میکنم فقط به خاطر خدا و به خاطر بیماری فرزند همین پدر و به خاطر همین پدر نوا را پنگ کنید، دستگیری کنید تا این پدر مشکلش را به خواست خدا برآورده کنه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سلام علیکم. سلام علیکم. درباره خونه میگین، درباره خونه نرخ خونه 300,000 سومون، 8 سوتیک زمینه، 10 در خونه، یک کخنه، 2 بانیه، آب 2 طبقه پرو داره، آشخانه، گردش زبور دروازه، حوض 6 تانه بود داره. خب 2 درختی میوه دهنده داره، انگور، گلوس، سیب، چهارمغز. حجتاشم تخ پاسپورت سرتیفیکت همش قاید کردگیه. درباره ماشین استریک 10,001 خب سستنش شروع است، سستنش تازه 50,000 سومون میگه میشه با سودا میشه. نرخ خونه 300,000 سومون میشه تگیش. این کمکی خونه میخره، مرحمت خونه مونو بخرید، خیلی کمکی یاردم میکنه، یاردم ممکن درباره مقصد جگر مونه میگه که پریسات کنیم.